Vous pourrez retrouver ces extraits dans la brochure qui vous a été remise à votre arrivée. Ils y apparaissent en caractères gras. Le premier extrait est un petit randas, autrement dit précepte, que les enfants perses apprenaient à l'école. Le bien le plus important, c'est la santé, le meilleur dépôt, c'est celui des bonnes œuvres, etc. Les anciens, qui ne connaissaient pas nos fausses pruderies modernes, l'avouaient bien volontiers. La bonne santé est pour l'homme le bien le plus important. Ainsi disait une chanson d'Athènes que les petits-enfants apprenaient à l'école au temps de Pindare et d'Échille. Joseph va maintenant réciter ce texte parsi. خواستک تندرستی به و زن اخلاقی به براد سوی به خانک روشکاری به همبا زندگ به همبا کیبک به دوست روانی خوش به ایراینداری جشنی به تماکار دادستان راستی بغندک منشنیش به تو که ها بده نیش به Le Darugi Unsandi est une ordonnance pour préparer le médicament du contentement. Ce médicament n'est pas matériel, il est mental, et pourtant son effet est réel et matériel. Madame Roman-Dater va réciter ce texte. اگه پیدا کردم ببخشید و هم بوده اشکالی نداره. داروی خونسندی تکی چهرک نبخت است هانزی چهرک درمان آسانی اندهد داروی بله ادرم سنگ منشنیدی ها آمیختن دانشنیدی ها شناختن منسند دانده سنگ
که این نکنم چه کنم دانگ سنگ از امروز دافردار به شاید بودن دانگ سنگ ما اگر از این بهتر شاید بودن دانگ سنگ پد این ایمت است خونسند بودن من آسان دست دانگ سنگ که خونسند نبودم پد کار نده من دشوار در دانگ سنگ این داروگی ها اندر هاون شکیبایی کردن پد هاون دستک نیایشنی کستن پد پرنیگانی بیداری ریختن هر روز ابر بامداد دو کفچک پد کفچک ابستان و یزدان او دهن افگندن ابزی شاید کردن از پس باردن پس ابگمانی ها خونسند بودن چه پد تن او روان سودمند شد. L'Amphi Vazougan est un texte de bénédiction que l'on récite au cours de la cérémonie de mariage parsi. Adeshi va réciter ce texte. نماز لطف دوستان و میهمانان گرامی رحمته پیش هرتیز پیش کو مادیان آفرین وزوگان به پیبوسم نخویست سپاسداری همگهانی همزمانی فارسی گفتن ابایشنی به دامچیش بالای دهم اشار آفرین سپاس کو همزمانی اوزوانی فارسی صاف و همدمانی و همگویشنی که بود رایمی نو آفرینی وزوگان آفرین چون پیشگاه خدا به هنگید بود به ایران شهر کامک هنزان به چون او مرد خدا به دامانی خوش فرخ و پهلون به چون کیخسرو خوب میر به چون میر یزد دشمن زدار به چون زریر بودید به چون سیاوش وامید به چون وزن اهلو به چون گوشتاز شاه زرومند به چون سامی نریمان آزناور به چون رستم نزدور به چون سپندیار کنداو به چون جاماس بیدخش چهر و ابرویز به چون ارداف رود راه به چون کیشتر چرب به چون واران بنا